فرماندرکی ارتشا اسرائیل اشکره کرد که نه به تنه اسرائیل چاودێریya ایران ل سوریه دکه بلکو ل عراق جی اسرائیل چاودێریya تفگرا لشکری یا ایرانی دکه. اوری اورون برپرسیار اولهیا هیزا آسمانی اسرائیلی جبو روزنامه هارس کو بری نها اسرائیل بته آوه کی چاودێریya عراق ندکر. لدما نهاده جبر تفگرا لشکری یا ایرانی ل عراق اسرائیل دست به چاودێریya عراق جی کریه. هر وها اوری اورون دازانین کو ایران ل سوریه و لبنان بنگها و کارگهن لشکری ین جگرنا توپن دور آویج درست کریه و اسرائیل جنیزیک و چاودێریه دکه و زانیارین اولهی کوم دکه. برپرسیار اولهی هیزا آسمانی اسرائیلی گوت جی کو پشتوانی آسمانی روسی جبو رژیم اسد بویا سدم کو جنگ سوریه بکوه برجواندیا رژیم اسد ده و دازانین کو هبونا هیزا روسی لسوریه نابرگری لفرینا بالافرین لشکریین اسرائیل لسر آسمان سوری و بالافرین لشکریین اسرائیل نبتن لسر آسمان اسرائیل را فرن. وی برپرسیار اسرائیل اشکره کرد که مبستا ایران نشیع کرنا سوریه بلکه مبستا ایران آوا کرنا بنگهین لشکری ین بهیز لسوریه دا که بکاربه ببه قدانکارن تایبت لسوریه و اسرائیل و چنده به تو آوه که قبول ناکه. داویه ده اوری اوران گوت که راست بردوام بالا فرن شری اسرائیل بنگهین ایران لسوریه دکه آرمانج لی ایران ده آوا کرنا بنگهین لشکری ده بردوامه. ده سالا 2017 ده ارتشا اسرائیل بهتر جه 200 جاری بالا فرن شرین اسرائیلی بنگهین لشکریین ایران لسوریه کرنا آرمانج و حتی وکو ویدمیجی اسرائیل ده آرمانج کرنا بنگه لشکری ده بردوامه. وکو برپرسیارن اسرائیل ده بیجن اوه ده پیشا روژه ده بردوام بن.